عروسی محمد نادری، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون، این روزها به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات فضای مجازی تبدیل شده. ماجرا از جایی شروع شد که ویدیویی کوتاه از مراسم ازدواج او به صورت ناخواسته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو که ظاهراً توسط یکی از مهمان‌ها ضبط شده بود، صحنه‌هایی از شادی و جشن دیده می‌شد که به سرعت توجه کاربران را به خودش جلب کرد. پخش شدن این فیلم باعث شد که موجی از واکنش‌ها، گمانه‌زنی‌ها و حتی انتقادها شکل بگیره. محمد نادری که همیشه سعی کرده زندگی شخصیشو از حواشی دور نگه داره، قبل از این هیچ اطلاع رسانی در مورد ازدواجش نکرده بود. همین هم باعث شد کاربران با کنجکاوی بیشتری به جستجوی جزئیات در این ویدیو بپردازند. بعضی از کاربران انتشار این فیلم رو نقض حریم خصوصی می‌دونستند و از اون حمایت کردند. ولی بعضیا معتقد بودند که به عنوان یک چهره مشهور و عمومی چنین اتفاقاتی طبیعیه و پیش میاد. از طرف دیگه حواشی مربوط به مهمانها و نوع برگزاری مراسم هم به داغ‌تر شدن ماجرا دامن زد. بعضی تصاویر نشون میداد که تعدادی از بازیگران و هنرمندان توی این مراسم حضور داشتند که این مسئله توجه رسانه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرد. حتی صحبت‌هایی در مورد محل برگزاری جشن و سبک اجرای مراسم در فضای مجازی مطرح شد و خیلی اونو لاکچری می‌دونستن، در حالی که بعضی دیگه معتقد بودن این مراسم فرق چندان زیادی با جشن‌های معمولی نداشته. با وجود همه این جنجال‌ها، محمد نادری واکنش خاصی نسبت به انتشار ویدیو نشون نداد و ترجیح داد سکوت کنه. همین سکوتش به شایعات دامن زد و باعث شد گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه داشته باشه. خیلی از کاربران معتقدن که بهتر زندگی شخصی هنرمندا به عنوان حریم خصوصی محترم شمرده بشه و تمرکز اصلی روی کارنامه هنری اونا باقی بمونه. در نهایت ازدواج محمد نادری به جای آنکه تنها یه اتفاق خوشایند شخصی باشه، به موضوعی رسانه‌ای و پرحاشیه تبدیل شد. اتفاقی که بهمون یادآور میشه در عصر شبکه‌های اجتماعی، مرز میان زندگی شخصی و عمومی افراد مشهور بیشتر از قبل کمرنگ شده. دوستان عزیز، ممنونم که با گذاشتن لایک و کامنت از ما حمایت میکنین.